این زن ببینه که به درجه شرم و حیاش گم کرده که به تهپوش با لباس خوب به نمایش برآمده اناراش رکلام داره. اناراش هم بر علا نمودار است. لبهاش چنان بوتکس کردگیه که دیگه لب و دهنش جمع نمیشوه. بازم اگر چنین زنها را اگر زنی فاحشه بگیم، تن فروش بگیم، تلخشون میکفه. ببینید که آزادی شما را چقدر ذلیل و خال کرده است. هدف شهوترانی این مردان فاسق شده اید. آزادی شما را همچون یک زنی فاحشه مشهور ساخت. کجا شد شأن و شرف ملیتان؟ کجا شد عزت و شهامت مسلمانیتان؟ وای بر حالتون اگر اصلاح نشدید، وای بر حالتون اگر توبه نکردید و به سوی الله باز نگشتید. خواهرم، پیامبر خدا صفت زنان دوزخی را بیان فرمودند، مبادا از جمله زنان دوزخی باشی. در روایت مسلم آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر عباد می فرماید: دو گروه از اهل دوزخند که تا حال آنها را ندیدم. یکی از آن دو گروه دوزخی زنانی هستند که لباس پوشیدند ولی با وجود لباس پوشی برهنه و لوچ هستند، یعنی لباس پوشیدند که تنگ و تنوک یا نیم برهنه است. این حدیث در روایت احمد و ابن حبان با چنین الفاظ آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر عباد می فرماید: چو این زنان را لعنت کنید زیرا آنها لعنت شده اند. خواهرم، حالا هم دیر نشده است. نوالهایت را از شبکه ها پاک کن، توبه کرده به سوی الله بازگرد. مبادا مرگ به سراغت بیاید در حالی که توبه نکرده باشی. به خاطر دنیای دو روزه آخرتت را برباد مده. مراد ما نصیحت بود و گفتیم، حوالت با خدا کردیم و رفتیم.